شما میدونید برای تقویت ریشه گیاهانتون باید چه کاری انجام بدین؟ با سلام خدمت دوستان عزیز. امروز توی این کلیپ میخوام مطالبی رو در مورد راهکارهای تقویت ریشه گیاهان خدمتتون عرض کنم که امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره. همونطور که میدونید ریشه یکی از اصلی ترین قسمت‌های گیاهه که وظیفه جذب آب، اکسیژن و مواد غذایی از خاک رو به عهده داره و همچنین گیاه رو در برابر فشار باد و آب در جای خودش محکم حفظ میکنه. پس هر چقدر ریشه‌های گیاه شما قوی‌تر و گسترده‌تر باشن، گیاه سالم‌تر و مقاومتری داریم و رشد گیاه شما بهتر خواهد بود. بسیاری از گیاهان برای رشد مناسب ریشه خصوصا در اوایل رشدشون نیاز به کمک شما دارن و شما میتونید مواد غذایی رو در اختیار اونا قرار بدین یا اینکه از کودهایی که حاوی محرک‌های رشد هستن استفاده کنید تا رشد بهتری داشته باشن و بتونن در جای خودشون مستقر بشن. محرک‌های رشد که در بازار با عنوان کودهای ریشه‌زا هم شناخته میشن، تاثیر خیلی زیاد و فوری روی گیاهان دارن و میتونن باعث رشد جدید ریشه‌ها بشن و معمولاً اینا بر پایه هورمون‌ها هستن و هورمون‌های مثل اکسین و سیتوکینین تو اینا وجود داره و میتونه تاثیر خیلی خوبی داشته باشه. اما بیشتر این کودهای ریشه‌زا در زمانی که میخواین قلمه استفاده کنید یا قلمه ساقه باشه یا قلمه برگ باشه توی بیشتر گل‌های زینتی کاربرد داره. اما در مورد کشت‌های معمول کشاورزی بهتره که کودها و مواد غذایی مورد نیاز ریشه رو به نحو خوب و مناسب در اختیار گیاه قرار بدیم تا خود گیاه بتونه رشد مناسبی در ریشه‌اش ایجاد کنه و به مرور خودش رو مستقر کنه. برای اینکه بتونیم مواد غذایی مناسب رو در اختیار ریشه گیاهان قرار بدیم، باید بدونیم که گیاهان برای رشد مناسب ریشه به چه عناصری بیشتر نیاز دارن. فسفر و پتاسیم دو عنصر اصلی هستن که خیلی مورد نیاز گیاه هستن تا بتونه ریشه‌های قوی تولید کنه و ریشه‌های قدیمی خودش رو هم تقویت کنه. همچنین روی عنصر دیگه‌ای هستش که تاثیر زیادی روی ریشه‌زایی بذرها و گیاهانی که تازه کاشتیم خصوصا داره و به همین خاطر باید سعی کنید که روی هم توی برنامه غذاییتون باشه. پس شما باید به دنبال منابعی باشین که این عناصر در اونها وجود داشته باشه. به عنوان مثال پودر استخوان حاوی مقدار زیادی فسفر هست یا مثلا جلبک دریایی مقدار زیادی عنصر پتاسیم داره که میتونید اینا رو توی کشتتون استفاده کنید. البته اینا همیشه در دسترس نیستن و شما به احتمال زیاد ناچارین از کودهای بسته‌بندی شده تجاری استفاده کنید. این کودهای تجاری معمولاً به نام NPK شناخته میشن و شما باید توجه کنید که برای فصلی که میخواین ریشه‌زایی گیاه رو تقویت کنین، دو شماره دوم و سوم یعنی P و K که نشان دهنده فسفر و پتاسیم هست اهمیت بالاتری داره و شما باید موقعی که میخواین کود رو تهیه کنین دقت کنین که عدد اونها حتما از عدد اول که مربوط به نیتروژن هست بالاتر باشه. به عنوان مثال کود 10-52-10 که 52% فسفر داره کود خیلی مناسبی برای ریشه‌زایی گیاهان هست و معمولاً توی زمان ریشه‌زایی از این کود استفاده میشه. البته باید توجه کنید که در زمان مصرف کودها حتما باید شما آزمایش خاک داشته باشین و وضعیت خاک خودتون رو بدونید، چون به خاطر مصرف مکرر کودها خصوصا کودهای حاوی فسفر معمولا توی بسیاری از زمین‌ها فسفر بلوکه شده توی خاک و مقدار زیادی ممکنه فسفر وجود داشته باشه و توی این شرایط بهتره به عنوان مثال از کودی مثل هیومیک اسید استفاده کنید تا بتونه این فسفر رو به حالت قابل جذب برای گیاه در بیاره تا اینکه دوباره بیاین کود مجدد به خاک اضافه کنین و فقط خاک خودتون رو شورتر کنین. نوع دیگر موادی که شما میتونید به خاک اضافه کنین قارچ‌های میکوریزا هستن. این قارچ‌ها البته توی خاک‌ها معمولاً توی همه خاک‌ها هستن ولی مقدار اونها ممکنه خیلی کم باشه. شما میتونید اینا رو توی بسته‌های تجاری هستش تهیه کنید به خاک اضافه کنید. کاری که این قارچ‌ها انجام میدن همزیستی با ریشه گیاهان هستش و به اونها کمک میکنن تا جذب بهتری داشته باشن. ممکنه عناصری مثلا فسفر رو که خیلی سخت جذب میشه از خاک میگیرن و حتی از مناطقی که ریشه به اونها دسترسی نداره این عناصر رو جدا میکنن و در اختیار گیاه قرار میدن. در عوض عناصر خیلی با ارزشی که در اختیار گیاه قرار میدن مقدار خیلی کمی مواد قندی از گیاه میگیرن و به همین خاطر استفاده اونها توی خاک میتونه تاثیر خیلی زیادی روی افزایش جذب عناصر غذایی توسط ریشه ها داشته باشه. مورد دیگه‌ای که خیلی اهمیت داره آبیاری مناسب هست. شما باید تلاش کنید که همیشه در محیط ریشه رطوبت مناسب و یک نواختی وجود داشته باشه.
همچنین باید خاک داره بافت مناسبی باشه و معمولاً اکثر گیاهان ریشه هاشون توی خاک‌های با بافت متوسط که حاوی رس و سیلت و شن به مقدار تقریباً یک نواختی هستن رشد بهتری دارن. البته برای بهتر شناختن وضعیت خاکتون بهتره که آزمایش خاک بدین و اون رو به کارشناسای کشاورزی نشون بدین و تحت نظر اونها از کودها استفاده کنید. ممنون از توجه شما.